یا رب حریم رمضان آمده ایم، یا رب حریم رمضان آمده ایم، گویی ز زمین به آسمان آمده ایم. بر سفره ماه مهربانی و صفا، بر سفره ماه مهربانی و صفا، از روی یقین دوان دوان آمده ایم. شد موسم پر کشیدن و وقت دعا، شد موسم پر کشیدن و وقت دعا، با دست تهی اشک روان آمده ایم. یا رب تو رحیم و جمله ما غرق گناه، یا رب تو رحیم و جمله ما غرق گناه، با قلب حزین بهر امان آمده ایم. یا رب تو کریم و جمع ما بهر نیاز، یا رب تو کریم و جمع ما بهر نیاز، با ذکر جلی وقت اذان آمده ایم. ما را شب قدر است و تمنای وصال، ما را شب قدر است و تمنای وصال، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم، یا رب نظری از دل و جان آمده ایم، از دل و جان آمده ایم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. در این روزهای ماه مبارک رمضان، ماهی که در آن درهای رحمت و مغفرت بر روی ما گشوده می شود، خوش آمدید. امروز در برنامه بدان ای خواهرم با هم درباره فضیلت تلاوت قرآن در این ماه و تأثیر شگفت انگیز آن بر روح انسان صحبت خواهیم کرد. امروز در برنامه بدان ای خواهرم با هم درباره فضیلت تلاوت قرآن در این ماه و تأثیر شگفت انگیز آن بر روح انسان صحبت خواهیم کرد. فضیلت تلاوت قرآن در ماه رمضان. ماه رمضان ماهی است که در آن قرآن کریم برای هدایت بشر نازل شده است. خداوند در آیه 185 سوره بقره می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ماه رمضان ماه نزول قرآن است. در این ماه پربرکت هر حرفی که از قرآن خوانده شود در میزان اعمال شما ثبت می شود و این عمل عبادی در برابر خداوند بسیار ارجمند است. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در حدیث می فرماید: هر کس در ماه رمضان یک آیه از قرآن را بخواند مانند کسی است که در غیر این ماه تمام قرآن را تلاوت کرده است. همچنین تأثیر تلاوت قرآن بر روح. تلاوت قرآن نه تنها بر جسم و زندگی دنیوی ما تأثیر می گذارد، بلکه تأثیرات عظیم بر روح و قلب ما دارد. قرآن به قلب ما آرامش می بخشد و دلهای سخت را نرم می کند. چنانچه الله متعال در قرآن می فرماید: الا بذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید با یاد خدا دلها آرامش می یابد. تلاوت قرآن در ماه رمضان به خصوص باعث می شود که روح انسان از گناهان پاک شود و به سوی تقوا و نزدیکی به خداوند گام بردارد. این تلاوت در واقع درمان برای بیماری های روحی مانند اضطراب، ناامیدی و افسردگی است. و ارتباط با خدا از طریق تلاوت قرآن چگونه است؟ در ماه رمضان وقت قرآن را تلاوت می کنیم، به نوعی با خدا سخن می گوییم و خداوند نیز در پاسخ به ما از طریق آیات قرآن صحبت می کند. این ارتباط الهی باعث می شود که قلب انسان به نور ایمان و هدایت روشن شود و حضرت علی رضی الله عنه فرمودند: قرآن چراغی است که راه هدایت را روشن می کند. بنابراین هرچه بیشتر در این ماه تلاوت قرآن بپردازیم، ارتباط ما با خداوند بیشتر و بیشتر خواهد شد و قلبمان آرامش می یابد. و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمودند: رمضان ماه قرآن است. در این ماه هر روز و هر شب باید قرآن را تلاوت کنید، زیرا در تلاوت قرآن شفا و رحمت است و در این ماه به خصوص شبهای رمضان قلبها باید با قرآن جلا پیدا کند. پس بیایید در این ماه مبارک قرآن را نه تنها با زبان بلکه با قلب و روح خود تلاوت کنیم. پس بدان ای خواهرم،
از هر فرصت برای خواندن قرآن در این روزها باید استفاده کنیم، زیرا هر کلمه‌ای که از قرآن می‌خوانیم بر روح و دل ما تاثیر مثبت می‌گذارد. خداوند به ما توفیق دهد که در این ماه مبارک از برکات عظیم قرآن بهره مند شویم و قلب‌هایمان را از نور قرآن پر کنیم. باشد که خداوند ما را در این مسیر هدایت کند. ان شاء الله که این برنامه برای شما مفید بوده باشد و خداوند ما را در بهره مندی از ماه رمضان موفق کند.